السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال دنیای ریپ. امروزه ویدیوی ما درباره حیات حقیقی رالیک می باشد. رالیک کی و در کجا تولد شده است؟ عائله دار شده است یا نه؟ برای چی به ریپ خوانی مشغول شده است؟ و دیگر معلومات های جالب در همین ویدیو. پس تا آخر تماشا کنید همه معلومات ها را بفهمید. اگر شما بار اول به کانال ما مهمان شده اید پس عفو نشوید. دستگیری شما پیشروی ما است. اگر ویدیو ما به شما پسند آید ویدیو را لایک گذارید و به نزدیکان خود نیز بفرستید و در کامنت نویسید که ویدیو آینده درباره کدام ریپسر را بشود. مرادوف رمضان مشهور با نام رالیک 21 دکبر سال 1998 در شهر کولاب به دنیا آمده است. سال 2000 یعنی در سن 2 سالگی رمضان عائله‌شان به شهر دوشنبه می‌کوچند. از همان وقت تا حال در 61 میکرورایون زندگی می‌کنند. سال 2004 رمضان در سن 6 سالگی به مکتب رفته است و البته همسنفان خودش خرد بود. در کودکی شغل دوست داشته رمضان فقط فوتبال بازی بود و در دسته انرژتیک مشق میکرد. طور خودش میگوید من بسیار با شوق بازی میکردم و دیگران از تماشای بازی من حلاوت میبردند. رمضان تا صنف نوی در درس ها فعال بوده است و بعد صنف نوی درس خواندن را پرتافته به ریپ خوانی مشغول شده است. رمضان در عائله با مادرش و یک خواهرش زندگی میکند. پدرش در سن خردسالی آنها را پرتافته است. رمضان تا حال پدرش را یگان مرتبه ندیده است. رمضان حالا عائله دار نشده است. چه سبب شد که رمضان ریپ خواند؟ در اول رمضان عموما ریپ گوش نمی کرده است، ولی یک روز در نزد رمضان یک دوستش ریپ گوش می کند و رمضان برابری به همان ریپ گریه کرده است. این ریپ 19 مارس نام دارد که شان امسی ریپ را سال 2012 خوانده بود. در محله که رالیک زندگی میکرد 4-5 ریپر بود. رالیک آنها را دیده شوق و هوسش به ریپ سراییدن باز هم بسیارتر شده است. اولین ریپی که رالیک خوانده است تکستش را ناویک نوشته است. بر عوضی همگی 2 دانه سیگارت. رالیک ناویک را مثل برادرش حرمت میکند. یعنی رالیک ریپی اولینش را سال 2013 خوانده است. بعد از این رالیک میخواهد شان امسی را از پیش ببیند و او را دریافت می نماید و 1 سال یک جا بودند، یعنی کار و فعالیت می کردند. رمضان بسیار چیزها را از شان امسی آموخته است و می گوید تا حال مخلص شان هستند. رالیک در ساحه ریپ شان ناویک و مستر ازیا را استاد خود می شمارد. دوم ریپی که رالیک خوانده بود تکستش را خودش نوشته بود. همینطور رالیک زینه به زینه و قله های بلند ریپ رسید. رالیک از کسب انتخاب کرده خود پشیمان نیست و او میگوید به هر چیزی که صاحب شدم از پس همین ریپ می باشد. اساسا ریپ های رالیک در موضوع عشق و عاشقی می باشد. سبب در آن است که رمضان را دوست داشتهش وقتهای پیش تنها گذاشته است. سبب تنها گذاشتنش در آن بوده است که پدر دختر میخواستش دخترش را با جوانی پدردار و عائله دار کند. این سخنها را خود رالیک در ریپی پدر من عاشقم میگوید و همه ریپی که میخواند از گذشته خودش میگیرد و حقیقت دارد، میگوید خود رمضان. رالیک در اول برای شوق و هوس ریپ خوانده است و حالا باشد برای درآمدی که از یوتیوب به دست میآورد. این را خودی رالیک گفته است که در اول من ریپ رو تنها با شوق و هوس میخواندم و به سایت ریپ تیجی میپرداختم که از آن به من یگان سامان درآمد نبود. او با ریپ های عاشقی خود اول چند نفر و بعدا چندین هزار نفر را مخلص خود کرد. رالیک اولین ریپ سرای تاجیک می باشد که ریپ های در ترند یوتیوب برآمده است.
رالیک در یوتیوب کانال خودش که رالیک افیسیال می باشد 312,000 ابونه‌چی دارد. اگر شما ابونه نشده باشید ابونه شوید و از ترک های نوی رالیک با خبر شوید. میخوای او را ابونه‌چیاش زیاد است به کانال ما ابونه شوید. از من همگی 1100 نفر ابونه‌چی دارد. خیلی شوخی است. شماره ترک های رالیک در کانالش زیاده از 400 دانه می باشد. خلاصه رالیک یکی از رپرسران مشهوری تاجیک می باشد که به قله های بلند رپ رسیده است. رالیک همه درآمدهای خودش را از حساب رپ می داند. یعنی باز به دیگران توصیه می دهد که به یوتیوب کار کنند. یوتیوب حتما پول می دهد و اثبات آن را ماشین خودش را کرده است که با پول یوتیوب ماشین خریده است. من هم نیز به مصلحت رالیک گوش دادم و در سامانه یوتیوب کانال خود را با نام دنیای رپ گشودم. از شما خواهش می نمایم به کانال ابونه شوید. دستگیری شما پیشروی ما می باشد. لایک را زنید و به دوستان خود نیز فرستید. خیلی تماشا کنندگان عزیز، این بود ویدیو امروزه ما. باقی همتان در پناه الله باشین. یک دیگر دستگیری کنین، پیشروی هم دیگر خواهان باشید.